و هرچه قفل هستش به دست کامیار باز می شود. شما اینجا وایسید در بزنید، من در رو بکنم مثلا نمید. کیه؟ وایده در میزنید، من در رو بام. ای بچه ها سلام، سورپرایز. خوش اومدید به عمارت کامیار، خدای تمامی گیم‌ها. موام بده نگیر، صدا خیلی میپیچه چون خب قاعدتا یه چیزی نیستش، ولی اینجا ما گردش هوا داریم. اسموکینگ رومه؟ دستشویه؟ بیا اینجا آقای دور فیلم بردار. بیل برنامه انباری فرست کلاس، کفشو نگیر، کفش زشته. بسی همه چی فرست کلاس. برو. آشپزخونه فرست کلاس. بیا اینجا کارو بگیر. اول این نباید کنده میشدی. بیا اینجا رو بگیر. چرا پلشتی تو؟ 2 عدد پریز برق تایپ C USB A. برای چی؟ همیشه شما باید شارژ داشته باشی و شارژ بشی. اینو که میبندی، ببین اینو میزنی باز میشه. پشمات ریخ، فر خورد پشماچونه. و آبش یخ. بعد این یه مودش اینه. اینجا رو نگاه، شیلنگ. مهدوی دهنه تو. تمام اینجاهایی که میبینید سنگ‌های لیمیتد ادیشن لویی ویتون هستش. هر 1 سانت سنگ‌ها $3000 قیمت داره. یکم باورش سخته. کابینت، پنجره. اونور پنجره رو بگیر. نه نگیر بیرون مغازه است، لوکیشن لو میره. من واسه این خونه برنامه‌ها دارم ولی ذره اهمیت نداره چون دیزاینش به عهده بابام خواهد بود. برون بر. آقا به تو چیه؟ اینجا استند هستش، گلدون بذاریم. منو مثلا گلدون. داداش کجا رو؟ پس من باید بشینم همین رو چون این دسته گلم. منو هم بالا. پنافکاری‌های سکسی داریم. بگیر سقفو. یه اسم خوشگلی داشتش این چراغ‌های تو سقف. یه اسم خوشگلی داشت. چی بود؟ هدلایت نه. خوش اومدید به پذیرایی. بابا منو بگیر، اونو ولش کن. مهدوی من تکی ویدیو نمیگیرم، بیا بغل دست من. دور نشو از من. من خواستم صدای عمرم بیاد. دور نشو از من. دوری و دوستی. خونه دیزاینش تماما سفیده. چرا؟ چون اگر قتلی چیزی اتفاق افتاد کاملا معلوم باشه. نه به خاطر اینکه من سفید پوشیدم. شما وارد حال میشید. حالی که خیلی حاله. فقط من خیلی زوم اوت نباشم. یه فنچه انقدی نیفتم تو تصویر. هرچند فنچه انقدی نیستم. اینجا حال خونه هستش و اگر من بتونم براتون از بین اینا با حدس و گمان چجوری اینا روشن میشه. بابا پشماتون ریخت. بابا ببین کجا بدم. پشماتون ریخت. اینو نگاه، عینک آفتابی زد. این ورا اگر بخوایم روشن کنیم باید بیایم اینجا. بوم، اون فقط اون روشن شد. بریم واسه اتاق پادشاه. خوش اومدید به گیمینگ روم جدید من. قبلش دریچه کولرها رو بگیر. در میزه. آقا انباری نگیر. خوش اومدید به اتاق جدید. ریتم داشته. خوش اومدید به اتاق جدید. دریچه کولر داریم. شوفاژ که اصلا من فنش نیستم. ماشینو بگیر از این بالا. این بالا ماشینو بگیر. اسم میکنم خیلی کیری داری فیلم میگیری علی. کمد من به تنهایی بابای من خیلی اصرار داشتش. بیا سمت من جاهامونو عوض کن. بابای من خیلی اصرار داشته چون لباس زیادی داره خودش. این راستا رو از این کاشی از این سر تا اون سر کمد کنه که لباسا و وسایل خودش رو بچینه. بعد تخت من اینه کسکشان این وسط باشه. دمش گرم اون کسی که داشتش کمودا رو میساخت و اینا اومد بیا تو اتاق. گفتم تو رو قرآن نه. شما میای اینجا. این که چراغ اصلا کاری نداره. شما این یکی رو میزنی چه نور خفنی میده. چقدر واسه ویدیوهای یوتیوب هم باید مایه بزنم. بعد تویی که این ویدیو رو میبینی سابسکرایب نمی‌کنی. اینجا نگاه، شما اینطوری خوابیدی. اوه خسته. آخ چراغ اونجاست، حال ندارم بلندشم. بعد بزن اونو خاموش کنی. نه دکمه‌اش سفته. بزن. میبینی اصلا قطع شده. خب نگاه کن. بزن الان. ببین روشن میشه. بعد خاموش. فقط باگش اینه اونو بزنی دیگه کلا از اونجا هم روشن نمیشه. اینو که میزنی اینو بعد دیگه از اینجا روشن شد. بریم اتاق مستر. بفرمایید. دم در بده. یه فرش داریم اینجا. برای چه کاری هستش متاسفانه هنوز اونقدر با سابسکرایبرام راحت نشدم که بخوام بگم این فرش برای چه کاریه. صحبت نکن.
نگاه کن ببین در حدی خوبه. نگاه کن، نه اینطوری که مثلا بگم آروم، نگاه محکم میبندم. ببین زندگی اینجاست، من اینجا رو میخوام. خب بذار من حالا یه شنا برم به افتخار این حرفه. بیا حالا منو بگیر. دقیقاً ورزش‌های هوازی، هر مدل هوازی. بیا اینجا سرویس بهداشتی. کل خونه در سطح پرفکشن بازسازی شده و اسکشایی که توالتو ساختن کی؟ آیا تو آینه حرف بزن. یا سلام بر عکس اطلاعات چطور نشه؟ خیلی خوش اومدین. اینترو یه بزن. دقیقه بدونی که من خیسشم. نه من نمیرم. بعد اینجاشو نگاه. این مود بعدیش دیدی از کجا اومد؟ روشاشه بود. اینم از اون بالا اسکوئرت میکنه. آقا یه سوال، این دوتا برای کمره، این یه دونه برای کجاست؟ برو بیرون بیادب. من تو این چنل بیادبی نمیکنم. اسکشایی که توالتو ساختن کی؟ بعد بیا اینجا کارگره من تو این چنل بیادبی نمیکنم. توالت به این خوشگلی کردی این تو نگاه کس را فرار گذاشته کنی. باباش مشتشو گرفت اینجا فرار کنه. وای صدقه حرف نزن. دوست دختر تغییرات میشه؟ من اسکیمی برمیدارم. دیدی؟ خواب بالا زشته نگید. قدمون نمیرسه بخوایم ببندیمش. بریم. قرار بود کسی ندونه اومدیم اینجا. کفش تو درار، کفش تو درار. چرا؟ کفش تو درار. بیا اونو بیارم پامو بکوبم روش تمیز میشه. آفرین. اینجا رو نگیردی. خب حالا پامونو میکوبیم رو این. آفرین. نه درست برقص. از خودش هم بگیر. بذار فیلم بردارم من بالا پایین بپرم. نظرت در مورد خونه جدید؟ 5 از 4. اینو بگیر. ممکنه چقدر بانمکه. حالا اینجا رو نگاه. دستشویی فرنگی شما عمرن این کار نمیکنه. نگاه. نه ما چا میزنیم زیر. یه دونه بوده شیامی باتری خور. باید میزدیش به بعد. خودتو میشست. آره. هر چیزی از تاییدهای 2 مرحله‌ای گوگل دیدید عادی با میشه. تایید 2 مرحله‌ای هستش اینجاست. هم اینجا شیشه است. هم اینجا شیشه است. اینجا برای سقوط آزاده. ساختمون داریم. واحد 178 متری در قلب تهران با ویو ابدی رو به ساختمون روبرو. بابا نکن مرده اینکم بودی بالا. برو. اینکم میترسه. بالکن هم چیزی نیستش، اندازه اتاق فعلیمه. سرویس خواب آخر. بیا اینجا الان میفهمی چرا پایمالی کردم کمد نزنم تو اتاق من. معمار این اتاق عاشق پنجره بوده. از اونجایی که میبینی پنجره رو بگیر، یه پنجره، 2 پنجره، 3 پنجره، 4 پنجره. نه اشتباه گفتم 3 تا پنجره. 4 قطعه شیشه ولی 3 تا پنجره. شوفاژ داریم. چیزی که هر کسی تو خونه‌شون نداره. واقعا میگم. تو خونه الانمون من اتاقم شوفاژ نداره. از اینا ولی یه فرقی هست. اینجا روشن میشه ولی مثل مال من خاموش نمیشه. نگاه همچین چیزی اصلا نداریم اینجا. این قابلیت فقط مخصوص به من هست. پس به من بدید نمره 60. جیبان پره 2 تا گوشی. یه چیز دیگه این اتاقم واقعا دیگه هیچی نداره دیگه. بیاید بیرون. کمد چیزی نشد. میخوام متن رونالدو رو با سوش برم. موسیقی رسساسیون اشتباه به صوت سو. همسه بالایی الان بالاست. همسه بالایی که بالا پشت بونه، همسه پایینی الان بالاست. من اینو میبندم با تمام وجودت داد بزن. میخوام جدا ببینم صدا میاد یا نه. بزن.